دیوانه‌ای به مسجد می درآید، به اطراف مسجد و اهل نمازگزاران نظر می کند. بعدتر زود از مسجد می براید. بعدی لحظه در پشت هیزم‌ها را بار کرده به مسجد می درآید و برای ادای نماز فرض با نمازگزاران صف می گیرند. وقتی ادای نماز چوب‌های پشتش ناراحتش می کند و یکایک افتیدن می گیرد. مردم از صدای هیزم‌ها ناراحت می شوند. صدای شکایت مردم تا به امام می رسد. بعد نماز امام با اهل نمازگزاران نزد دیوانه می آیند و می گویند خوب می شد که اگر وقتی ادای نماز هیزم‌ها را یک طرف می گذاشتی و براحت نماز می خواندی. هم برای خودت آسان می شد و هم دیگران ناراحت نمی شدند. دیوانه می گوید مگر عادت چنین نیست؟ امام جواب می دهد کدام عادت؟ دیوانه پاسخ می دهد من برای ادای نماز به مسجد در آمدم. به نمازگزاران نظر کردم و دیدم که هر یکی در پشت باری دارد. یکی فرزند، دیگر کیشزار، سومین خانم زیبا، چهارم گاو و مال و غیره. امام می پرسد در پشت من هم باری بود؟ دیوانه جواب می دهد در اصل به تو تعجب کردم. پشت تو گاوی مریض بود که فکر زنده ماندن و یا نماندن آن را می کردی. شرح: بنده نمی گویم که بیبار در نماز می ایستم، اما برای همه مان درس است و کوشش بکنیم که وقت نماز تنها به خاطر ادای امر الله تعالی و راضی بودن الله تعالی جهد نماییم. البته که هر بنده به خود کمبودی ها و درد دارد. دردش را تنها به الله تعالی می گوید. بعد ادای نماز در دعا می توانیم که درد و غم هایمان را به الله تعالی عرض کنیم و خیرش را از الله تعالی طلب نماییم.